همین گناه زن ده چیز است خداوند نشونه که یگان خواهر مقصد یا که همو خانشقی باید کنه یا که دزدی کنه ده چیزی نبخشیدنی است اصلش باید شمشونی الله هدایت میکنه اکا زنم رفت با خودی خدا برای همی میخواهم بیوه زن گیرم با خاطر خانه آباد داشته باشم ماشاءالله نو خداوند صبرت یا الهام برادر عزیز اویلاد رفته باشه اگر گودکدار باشی ما که هیچی گفتن نیستم اما دوشنبه ده باشین با کاک راست دختر فرماسیف بدهی پری خواهرای طولم شوهر نکردگین گرچند سین سالشون هم هستن کلون مایده برای یک زن دختر بگی با کی را بگی تاجیکستان با پیش این خواهرایی که شوهر کردن برمدین که شوهراشون مردین و با هر گونه خفه نشون این سه است که من به شما را میگم اما که یعنی زنی بگیم نودخته یا که حیا دیدگی دیدی گرفتی طاقت کن با سختی و پستی بلندش طاقت میکنی آخی اکای بابا جان ای کجا میدونن درباره کلا یگان گپ مینویسم که کلیا تاجیک برادری ما کلیا تاجیک برادری بهترین بود الحمدلله هست یگان ذات نه مرده شدیده نه زنده شدیده کسی او بلوگی رو در این توب قور بالا گفته سودیان استلوخ اومده سوده من کلون گابزنی دوست نمیدارم الحمدلله پشتی همه جا سیویاز دارم یگان کس مرده شدیدگی نیست زندگی شد سه ورسیا یا که گرخته ای جنگ بجا شدگی است میشوه خیلی ای ترس بجا میشوند یا که زدگی کشتگیشان اولی در همون پولیا خواه است یا که پلین غلطیدگی است یعنی که چی میگه میخپان شکو با هم خاطر یگان ذات دیدگیش نیست یگان ذات ای مردم من قطعی امکیش در پراموی دستی ازم وای ده زن دوره قطعی زناش در صحبتم یعنی همچون دوستانا این گپو دروغ است این گپو تهمت است یگان کس مرده باید با چشمش دیدگی نیست بیز ایزویز پراپاوشین هست یعنی که بیدرک شدگی هسته اما چی میگن یگان کس مرده خداوند ساق سلامت باشه با طور شش فرزند شبیه فرزندوی باید نه من سیر کده میتونم یگان سوم شروعی میکنم نه این میگه بدگیو شما یگان کسی میگه ها شاید یگان مومنت الله کنه زنده و ساق سلامت باشه با پیش فرزندوش بیاره الله یگان مسلمان یگان دردی تاجیک نبینیم سلامت باشه بخشش گپی بسیار خرابور کسی تا سلام تا علیک نگفتیم علیک سلام کدمت سوال تا جواب نگفتیم به خاطر خدا بخشه الله همه وقت خواهرای ما را به شوهراشون نگه بداره یک من دی من اگر که کدم زندگی داره پروردگار زندگیش آباد نگه بداره همه وقت احتیاط باشه خوب عبدالرحمن ام الله هدایتت کنه الحمدلله اینها را میگن که خیترایی که میسوزن خانه خدا بیو گناه نگیریم باره که هر یک گناهش 100,000 نوشته میشه یا ثوابش 100,000 با هم خودی ثواب حرکت کنیم پروردگار میگه بابا جون تبرن افیرمون مایلش چشمو نویس کنیم الله برکتون تیا اکای بابا جون خیلی بانکو تا اوجا بردی همین جرا میفروشن بانکو میفروشن سلام یک چیز پرسم ممکنه بله گوش میکنم السلام علیکم السلام و رحمت الله سلام یک چیز پرسم ممکن بله گوش دارم اکا السلام علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته حجم بخیز پیشونی به حاضر خیلی که جوگه خودت بگذار خیلی بزرده پوش گپ ندارم کانت بزن علی جون الله همه ما را هدایت کنم پروردگار همه بنده گناهکاره این همینجا کی بگه که من گناه نکردم در طول 30 سال داری 40 سال داری 20 سال داری این همینجا یگان کس بگه من گناه نکردم پیش پروردگار بنویسه
دزدی، دروغگویی، زینا مهم نیست. به نمازی کی گناه نکرده؟ یک کس بنویسه. این همین یک کس بنویسه که من گناه نکردم، والله قسم اینجا $500 در نامش. بگه کی اینجا بنویسه. در حق ما در حق همه دعا هستم ان شاء الله. شما زخم خدا گناه بود. من پر ای گناهم، خداوند ببخشم. هممون پر ای گناهیم. سلام علیکم حاجی، راست میگی. هممون پر از گناهیم برادر عزیز. یک از دزدی کرده، یک از دروغگویی کرده، یک از زنا کرده. خدا با یک کس دشنام کرده، یک کس خیلی حیات است. این پدر ما بابای آدم گناه کرد. پدر ما بابای آدم گناه کرد. میفهمی؟ پدر ما بابای آدم گناه کرد. حالتی که در بهشت بود، پروردگار گفت هم درخت نرسه. نه خب برادر پگاه در پیش خانه خدا در حق ما و در حق گذشتگان، در حق همه مسلمانان والله هر اومدگی دعا میکنم. حضرت چی بتره میگن دزدی چی را دزدیدی؟ الله لعنت کنه دزد و تهمتشه. همین دزد باشم الله لعنتم کنه. شما مزتون هست نیست؟ من در خانه خدا میگم الله لعنت کنه دزد و تهمتشوشن. چی من باشم چی یو؟ الله همه ما رو هدایت کنه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا میگم موی سرت بریزه. ای خدا هدایت کنه. برای چی؟ با حال زوری موی سرت. بابا جان جواب ته پاسپورت رسید که کار یافتم میتونی پرای کار پرای وقتی که حجت داشته باشی ان شاء الله مسکو بیام ولی 3-4 کس همجا کار گفته کار هست الحمدلله برای آدم. موی سر جنگیله شده است حضرت. نه موی سر جنگیله نیست، شانه کدگی نیست. همین خستیم اومدیم سوزی تنجی یو دزد نیستن ماشینی که الله لعنت کنه. ماشینی که الله لعنت کنه حرام خوره. اینا من گفتم که همین چیزایی که شما گفتید اگر در سر من باشه الله لعنتم کنه، اگر که نباشه همین تهمت در سر ختون به هم خاطر ببینه این قدر آدم خوب میاد که میگم که همین چیزی گفته سوده الله همین چیزی که میگه اگر کمای در من باشه الله لعنتم کنه در خانه خدا. اگر که نه تهمت چیشه. میفهمه چی گفته سودم؟ موی سر 70,000 تا 140,000 میشه برادر، وابسته به کلی سرتونم. اکا میگم خودت گناه نداری کجا رفتیم این مادرت تولد شدگی در حق بچه های رسیه دعا کن که همه مشکل ها برطرف شوند. آمین. خانه گپای بیزی به اکا خودت نروی کنم. این نروی چی نمیکنم حضرت. اینستاگرام کامنتاری بسیار نویستگی هم نگاه کنی برادر. او شخصایی که این وقت میوان یک کس بد میگن در حالت قطعی آدم نشستین چای نخوردین نمیدونن کی است و یا جوابش خشومتین. روز قیامت دهان که مهر زده شید این چلیکا این دستا این چشمو همش جواب میگه. تشویش نشوی. کسی بد میبینه وای حق شه، کسی نیک میبینه وای هم حق شه. یگان کس من گفتن که من دوست بودم، یگان کس گفتن میشه که من بد بودیم. فقط چی یک گپ خوب است. حسبی الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل. السلام علیکم. باباشی دعا کن با روام یک باری دیگر پدر و مادر ان شاء الله یا گتوف اکه بابا جان من خوب دیدم در کوه احد در حق پدر و مادر دعا ان شاء الله. حضرت جمعه شوندی باز یک حضرت یاد نشونش نمیتیم دعا میکنه در حق همه بعد میریم ان شاء الله. برای رکلام برادر من که نیستم رکلام چخیل میکنم برادر عزیز. حاضر استید ان شاء الله در اکران بار بزنه. این رقمو در پایین 93 نوشتگین در واتساپ نوشته جواب تو میگم ان شاء الله. این روغن پارتون رو باشه ایستاده میجا اوقات خودم میگم دیگه چی میکنی؟ اوقات میخوریم دیگه نه چی چیکار میکنیم؟ میریم بابا اوقات خوردن نه این روغن چیکار کنیم دیگه من با هم خاطر پرسیدم
اینجا بس درجا پاتور یوسف چی داره؟ توزه او تازه چی داره؟ خیلی بودن. شونده یوجی ازش نیست سکر. این مردم دیگه خب اصلا بابا جون واجی متاسفانه اوسپی نکردم بخشی زیاد اون برادر خود در مکه مدینه من در شهر مکه هم دوستان در شهر مکه در مکه مکرمه ایس آمدی بس من هیچگاه حرام خوری نکردم حرام خونم نبردم حرام پدر من ندادم حرام فرزندم من ندادم الله لعنت کنه حرام خوری و حرام تیا و تمام چی هم برادر عزیز این بهترین است هجامه این نمره هجامه است تلفنش در مای واتساپش داخلم لحظه دو باشه انشالله حاضر بچه ها یک لحظه در حق بچه های روسیه دعا کن یک بار دست برای دعا کن یک مینوت بس دعا کن انشالله حاضر یک لحظه بچه ها صبر کنه هیچ جا نره یازم التماس صبر کنه هیچ جا نره همجا استی سلامت باشی مطلوبه او کدام مسجد دزدی سموره من در خونه خودم الله هدایتم کنه بابا شورت علیکم سلام دوستم چخه شما نه استنج الله برکت تیا شورت طلایی یک دو دارم شورت طلایی کلید کجا گذاشته؟ کلید اینم جا دیده بودم شما 200 چند بود کلیده در مصر نپرته باشمش نه نیست دیگه در این جا من دیده بودمش من آنیق دیدمش یا هم نشون نبتیم یا دعا بتی مردم اینجا مردم گوش کنی لا اله الا هو الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم احفظنا من كل ذي شر وشره برحمتك يا أرحم الراحمين بركاته آمین در حق حضرت کلون الحمدلله جمعه کریم همینجا چیکار کرد دعا داد الله درد غم تو نبینیم ای مردم توجیک الله همه تن نگهبان باشه آمین آمین پروردگار درد غم تو نبینم چی دوست می چی دشمن می دشمن هم کمون نداریم دشمن ما فقط دشمن مسلمان این یهود است خلاص یگان تا شما دشمن نیستی بعضی خیتیر میگن یعنی که شخصی که فکر نکره گام میزنه شما را پروردگار نگهبان باشه الله هدایت میکنه خداوند درد غم تو نبینم ای مردم توجیک حسبی الله و نعم الوکیل این گپی من شهرت خوبتر میفهمم سربلند باشه به خاطر علامت دوست میدارم خیتیرت هم دوست میدارم نخیتیرت هم دوست میدارم در خانه خداوند پروردگار ای قرض کوله کنده تو کنه و با این جای مقدس آمدنی هر یک کدومشون نصیب کنه پروردگار زنده باشه مردم مسلمان پروردگار ربنا اتینا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قینا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین پروردگار زنده باشه الله بیماراتون شفای کامل بده ای قرض کوله کنده کنه همه وقت سرجم باشه با این بدبینی و بدنویسی یک نت پیش میره نمان و هم خاطر او گپی تو اگر که راست باشه اگر همون چیزی که در حق من میبینی البته به من میرسه بعد باشه به سر اختم میره الله نگهبان تو السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته بخشش اپا اریانا حضور رحمت خدا